به نام خداوند یکتا و مهربان. درود و سلام خدمت شما دوستان گرامی. در ویدیوی قبلی در مورد چگونگی گرفتن صحیح قلم توسط شاگردان صحبت نمودیم. در این ویدیو در مورد فعالیت‌های صحبت می‌نماییم که با اجرای آن به شاگردان کمک می‌نماییم که چگونه قلم را به شکل درست گرفته و به جهت‌های مختلف حرکت دهند. هرگاه این فعالیت‌ها قبل از نوشتن حروف و اعداد با شاگردان اجرا گردد، نوشتن حروف و اعداد را برای شاگردان آسان می‌سازد، زیرا شاگردان از قبل آموخته‌اند که چگونه قلم را گرفته و به جهت‌های مختلف حرکت دهند. برای ایجاد انگیزه با شاگردان یک مرتبه طریقه گرفتن صحیح قلم را اجرا می‌نماییم که قلم را با 3 انگشت می‌گیریم: انگشت شست، شهادت و میانی، و 2 انگشت دیگر را به شکل قاط شده. هرگاه شاگردان نتوانند این انگشتان را قاط نمایند، شی کوچک را گذاشته و با 2 انگشت محکم می‌گیریم. حالا قلم را روی انگشت شهادت گذاشته، با شست محکم گرفته و روی انگشت میانی تکیه می‌نماید. که این فعالیت را اگر شاگردان مشکل داشته باشد، به شکل انفرادی نیز با آنها تمرین می‌نماییم. اگر در جریان تمرین نمودن گرفتن قلم شاگردان را مشاهده نمودیم که انگشتان آنها ضعیفتر است و قلم را درست گرفته نمی‌توانند، فعالیت‌های ساده را برای والدین آنها پیشنهاد می‌نماییم که با اجرای آن عضلات انگشتان آنها تقویت شده و قلم را درست می‌گیرند. که این فعالیت‌ها عبارت از قیچی نمودن کاغذ، بازی با موم و ترسیم نمودن خطوط مختلف روی سطح هموار مانند میز، روی فرش و یا روی زمین، و یا اینکه گرفتن اشیای کوچک با نوک انگشتان. که اجرای این فعالیت باعث تقویت عضلات دست شاگردان شده، هم قلم را شاگردان به شکل درست گرفته می توانند و هم زیبا می نویسند. حالا فعالیت هایی را که در نظر گرفته ایم با شاگردان به شکل انفرادی اجرا می نماییم. 3 فعالیت را در نظر گرفته ایم که به شکل انفرادی با شاگردان اجرا می نماییم. در فعالیت اول خطوط به شکل نقطه‌ای به جهت‌های مختلف داده شده و از شاگردان می‌خواهیم که روی نقطه ها خط بکشند. و هنگامی که شاگردان فعالیت صنفی را اجرا می‌نماید، ما روی صنف قدم زده و کار آنها را ملاحظه می‌نماییم و بهتر است هنگام ملاحظه نمودن کار شاگردان اسم شاگردان را نیز روی فعالیت‌های صنفی بنویسیم تا در هنگام اصلاح نمودن فعالیت‌ها با شاگردان خود بیشتر آشنا شویم. در فعالیت دوم خطوط به اشکال مختلف داده شده و نیز به شکل نقطه ها. از شاگردان می‌خواهیم که روی نقطه ها دوباره خط بکشند و برای اجرای این فعالیت وقت کافی می‌دهیم تا شاگردان بتوانند با حوصله‌مندی و علاقه‌مندی فعالیت را اجرا نمایند. در فعالیت سوم شکل دایره، مثلث و مربع به شکل نقطه‌ای داده شده است و از شاگردان می‌خواهیم روی نقطه ها خط کشیده و اشکال را ترسیم نمایند: دایره، مثلث و مربع. بعد از ختم فعالیت آنها را جمع نموده و به روز بعد اصلاح کرده و به شاگردان برمیگردانیم. اگر ما در اجرای این فعالیت از قلم های رنگه استفاده نماییم، فعالیت و اجرای آن برای شاگردان دلچسب و جذاب می شود. اجرای چنین فعالیت به شاگردان کمک می کند تا قلم را درست گرفته و آن را با آسانی به جهت‌های مختلف حرکت دهند. که حرکت دادن
قلم به جهت‌های مختلف و گرفتن درست آن به شاگردان کمک می‌کند که حروف و اعداد را به درستی و زیبا بنویسند. و نیز اجرای چنین فعالیت‌ها رابطه بین انگشتان و مغز را تقویت می‌بخشد. برای اجرای کار خانگی از شاگردان می‌خواهیم تا در خانه 4 نوع خط را که دوست دارند در کتابچه‌هایشان ترسیم نمایند و به روز بعد کار خانگی شاگردان را اصلاح می‌نماییم. اصلاح نمودن فعالیت‌های صنفی و کار خانگی به ما کمک می‌کند تا توانایی‌ها و ضعف‌های شاگردان خود را بیشتر شناخته و آنها را تشویق و ترغیب نماییم. دوستان عزیز، با امید اینکه محتویات این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشد، تشکر از حضورتان. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.